مرزبندی آسیای میانه در سالهای 1924 و 1929 و عاقبت‌های آن برای ملت تاجیک. قسمت دوم. ملت پروران تاجیک این همت را که به آنها داده شدن یک ولایت خودمختار همچون تحقیر دانستند. آنها با راهنمایی استاد عینی تلاش را ادامه دادند. چون سروران معرکه مرزبندی قراری کمیسیون را برای تصویب و تصدیق به مسکو بردند، چند تن از ملت پروران تاجیک از جمله عبدالقادر محیدینوف و چنار امامزاده نیز به مسکو رفتند. آنها در مسکو پس از تلاش‌های زیاد و عاقبت موفق شدند که به تاجیکان نه ولایت بلکه جمهوری خودمختار داده شود. موفق شدند که به چنین تغییر قرارداد کمیسیون مرزبندی پیروزی بزرگ تلاشگران بود که خدمت ملت ادا نمودند. تأسیس جمهوری تاجیکستان در سال 1929 اگرچه جمهوری خرده بود، در یک گوشه دوردست سرزمین‌های تاریخی تاجیکان فرارود اساس یافت. از 3,400,000 تاجیک فرارود همگی 900,000 نفر را فرا گرفت. با تلاش‌ها و فداکاری‌ها میسر شده بود. چون با مواد مربوط به مرزبندی سال 1924 که پژوهشگران از بایگانی‌ها برآورده به چاپ دادند شناس می‌شویم، توان پی برد که مقصد اصلی مسکو از این مرزبندی بیشتر تأسیس ازبکستان بزرگ و در سایه آن تأسیس ترکمنستان هم بوده است. گمان می رود یک مقصد از تأسیس ازبکستان توانا این بوده است که به دست ترک تاجیک را سرکوب بدارند، شوروی و ترک های شوروی را از تأثیر نفوذ فرهنگی معنوی اسلامی تاجیک ایمن بدارند. به تقاضای مبارزه ضد اسلامی و تمدن شرق، تاجیک را به ناتوانی نگاه داشتن در کار بود که سر نبردارد. تأسیس مختاریت تاجیکان در هیئت ازبکستان چنین معنا داشت که تاجیکان را دست و پا بسته به ترک سپردند. مختاریت سال 1924 را به هیچ وجه لطف و مرحمت حکومت شوروی و استالین نسبت به تاجیکان نباید دانست. شوروی سال 1924 به تاجیکان چیزی که اندک مانند به دولت و دولتداری باشد دادن نمیخواست. نخست حتی ولایت دادنی نبود. در آخر که تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان میسر گردید، خلاف نقشه های پیشکی شورویان بود و به حکم تصادفی که سبب‌های جدی داشت روی داد. سبب‌های این رویداد نیز هنوز تحقیق نشدند. به فکر ما عامل‌های عمده در تأسیس جمهوری مختار تاجیکستان به سال 1924 ثمره حق طلبی گروهی از روشنفکران و سیاستمداران تاجیک و طرفداری و دستگیری بعضی نمایندگان عدالتجوی خلق‌های دیگر بوده است. شاید دیگر عامل‌های از این جدی‌تر از جمله عامل‌های بین المللی نیز در میان باشد. استالین که در اول حتی ولایت به تاجیکان دادن نمیخواست یا که میخواست فقط ولایت بدهد، با پافشاری چنین عامل‌ها در آخر راضی شد که جمهوری برای تاجیکان در هیئت ازبکستان ساخته شود. این رضایی استالین چنین معنا داشت که جایگاه مهمی تاریخی و فرهنگی تاجیکان در فرارود اندک هم باشد اعتراف گردید. اعتراف شکوهمندی تاریخ تاجیکان در برقیه‌ای که استالین سال 1925 به نخستین کنفرانس بولشویکان تاجیکستان فرستاده بود دیده می شود. استالین در این برقیه گفته است: تاجیکان تاریخی غنی دارند. لیاقت‌های سازماندهی و سیاسی آنها در گذشته از هیچ کس پوشیده نیست. در این برقیه این چنین آمده است که اجداد تاجیکان پرچم آزادی را در دستان خود سخت نگاه می داشتند. آشکار است که استالین اندک از حال تاجیکان، از اینکه تاجیکان ملت شرفمند هستند آگاهی داشته است. پس چرا در حق آنها این بی‌انصافی کرده است؟ به این پرسش از سندهای آن سالها پاسخ نمی‌یابیم. شاید همین آگاهی خود از حال تاجیکان، از اینکه تاجیکان تاریخ غنی دارند، در بین خلق‌های آسیای مرکزی نفوذ فرهنگی آنها قوی است و در شرق اسلام نیز از اعتبار برخوردارند، سبب شد برای اینکه تا استالین خواست تاجیکان را سرکوب و ناتوان بدارد تا که بجای نفوذ ایشان در آسیای مرکزی نفوذ روس‌ها، نفوذ غایه‌های انقلاب بولشویسم زودتر و پرره حکمران گردد. دریغا که آنگاه قسمی زیادی سرزمین تاریخی تاجیکان فرارود از حدود تاجیکستان بیرون ماند. از سال 1929 به تاجیکستان همراه شدن خوجند و ایسترفشن و دیگر ناحیه‌های شمال باز یک پیروزی بود، لیکن با وجود مبارزه‌های قهرمانانه عبدالرحیم خاجیباف، نصرت الله مخصوم، عبدالقادر محیدینوف، نثار محمد، شیرینشاه شاه تیمور و دیگران،
بخارا و سمرقند و غیره باز هم به دست نآمد. یکی از بی‌عدالتی های بزرگی که در سده 20 در حق تاجیکان صادر شد بود همین بود. این ناانصافی تاریخی را نیز باید هیچگاه فراموش نکنیم. باید از تمدن بزرگ شهر تمدن بخارا و سمرقند، بلخ و هرات، مرو و خوجند دور نشویم و آینده خود را در اساس آن طرح ریزی بکنیم. از این جهت هم سده 21 دوره برگشتن تاجیکان به اصل خود باشد تا که بتوانیم امروز و فردای خود را طبق هویت ملی خود سازمان بدهیم. خلاصه اینکه مردم تاجیک سرنوشت خود را باید به دست خود بگیرد، سرنوشت خود را به دست خود باید بسازد و دیگر هیچ نگذارند که دیگران برای دیگر کردن سرنوشت آنها بکشند. دیگر نگذارند که ما را پاره باره بکنند تا که نیست بکنند. ملت چند پاره تاجیک باید به یگانگی معنوی برسد تا که بقای عمر خود را تأمین بنماید و تا بتواند در آینده به یک پارچگی ملی نیز برسد.